بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خانم ها، آقایان محترم، مسلمانان معزز، الهی حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون یاد خدا. امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره، برنامه‌مون براتون مفید باشه، به دلتون بنشینه و به چشمتون بیاد انشاءالله. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. ما از امشب به یاری خدا تا 5 برنامه قصد داریم بپردازیم به یک موضوع مهم. میخوایم ذیل عنوان کلی علل تعالی و سقوط جوامع بشری از نگاه قرآن و روایات بپردازیم و گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم. در واقع میخوایم ببینیم چه عواملی باعث میشن که یا باعث شدن در طول تاریخ که یک جامعه، یک کشور، حتی یک تمدن رو به رشد و کمال و تعالی باشه و یا بالعکس رو به زوال و سقوط و انحطاط بره. متخصص و بلد راهمون در این مسیر حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جهانگیری عزیز هستند که با افتخار خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خود. عرض سلام دارم خدمت جناب علی قوامی عزیز و بینندگان عزیز. امیدوارم که در این فرصت بتونیم بخشی از نورانیت قرآن را با هم بنوشیم و بشنویم و بفهمیم. به به، چه تعبیر قشنگی، نورانیت قرآن رو بنوشیم و بفهمیم. الهی آمین. انشاءالله که اتفاق بیفته. ما خیلی امید داریم چون شما اینجا هستین و به نظرم موضوع برنامه‌مون هم یه موضوع مهم و کاربردیه با توجه به اون چیزی که در دنیا در حال رخ داده. البته که بوده، حالا به نظرم توی این سالهای اخیر شدت گرفته اگر تایید بفرمایید، و به نظرم این موضوع از این جهت خیلی مهمه. یکی از عواملی که مهمه اینه که باعث میشه ما درس بگیریم و عبرت بگیریم برای آنچه که بر سر جوامع گذشته. توصیه قرآن هم هست دیگه که از ما خواستن که مرور کنیم آنچه که در زندگی اقوام و گذشتگان بوده و از اونها عبرت بگیریم برای جامعه امروزمون و البته در حکمرانی خودمون هم استفاده کنیم. چون خود حضرت علی مستحضرید قرآن فقط یک کتاب قصه نیست و یک کتاب تاریخ نیست که ما از اون روایت کنیم، بشنویم و البته عبرت بگیریم، بلکه به این معناست که ما از او بتونیم مدل حکمرانی، مدل زیست بهتر، مدل سیاست گذاری بهتر رو یاد بگیریم. حالا با توجه به همین موضوعی که با این تلیعه‌ای که شروع فرمودید، ما می‌بینیم قرآن دقیقاً یک پلن زندگی و یک راه زیست و حکمرانی نه فقط در مقیاس فردی و اجتماعی رو هم بیان میکنه که امروز با این موضوع انشاءالله خیلی خوب. از هر جا سلام دید، از همینجا شروع بفرمایید. بزرگوارید. هر وقت سوالی برای من پیش اومد از شما اجازه میگیرم، اجازه می‌پرسم. ما هم سوال داشتیم، از محضرتون می‌پرسیم. محبت دارید، نفرمایید. واقعیت این است که قرآن یک کتابی است که فقط یک کتاب دینی به مثابه کتاب الهیاتی نیست. وقتی ما میگیم کتاب دینی در غرب، فهم از کتاب دینی کتاب الهیاتی است. بنده به خاطر تجربه بودنم در بیرون کشور، اولین مسئله‌ای که درباره قرآن مطرح میکنم در دانشگاه‌های خارجی این که قرآن کتاب الهیاتی صرف نیست که فهم از این هست که ما یک الهیات دیگه میخوایم یاد بگیریم در برابر یک الهیات دیگری که در دنیا مطرح است. اساساً قرآن یک کتاب فراتر از یک الهیاته و البته کتاب تاریخ هم فقط نیست که ما فقط در این برنامه که بحث سقوط و تعالی جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها را میخواهیم از منظر قرآن مرور کنیم، به این گمان باشیم که قرآن دارد یک داستان های تاریخی از صالح و ثمود و عاد و پیامبران دیگر روایت میکنه. قرآن بلکه به مثابه این هست که شما وقتی به این منبع و به این سورس به قول امروزی ها نگاه کنی،
می توانی در سیاست گذاری خودت بهتر استفاده کنی، در نحوه زیست بهتر جامعه و تعالی بهتر جامعه خودت بهره‌مند بشی. ببینید امروزه اگه در دانشگاه‌های خارجی بعضی از من میپرسند فلانی شما که میرید به دانشگاه‌های خارجی چرا اونا درباره قرآن کار میکنند؟ الان بزرگترین ژورنال مطالعات قرآنی در دنیا مال فرانسه است. شاید معتبرترین مجله مطالعات قرآنی در دنیا مال فرانسه است. شما میبینید در دانشگاه‌های دیگر خارجی هم درباره قرآن کار میکنند. او قرآن را کار میکنه اصلا به دنبال این نیست که قرآن رو کشف کنه جامعه مسلمان بشه. او نگاهش به قرآن هرگز این نگاه نیست. او به دنبال این هست در حکمرانی بهتر خودش از این ظرفیت الهیاتی بهره ببره. اجازه بدید آقای قوامی من با این نکته شروع کنم. رئیس جمهور فعلی آمریکا در عید فطر سال گذشته، یعنی یه چیز خیلی جدید، سال گذشته عید فطر بود، بعد ما داریم درباره رئیس جمهور آمریکا صحبت میکنیم، نه جیبوتی. صبح تا شب سر شلوغ حتما، حداقل که برای حمایت از صهیونیسم سرش شلوغه، برای چیزای خوبم شلوغ نباشه، برای این چیزا سرش شلوغه. حالا چون اونا داعیه حکمرانی کل دنیا رو هم دارن که دیگه باید خیلی شلوغ باشه. این رئیس جمهور میگه من یک استادی گرفتم هر پنجشنبه به من الهیات یاد میدهد. عجب. اینو تو رسانه رسمی گفت و بعضی رسانه‌های ما هم انعکاس دادند. بعد میگه من این استاد خصوصی که گرفتم برا من هر پنجشنبه میآید الهیات رو یاد میدهد، درباره امام پنهان شیعه، به تعبیر خودش هیدن امام آف شیعه، امام پنهان شیعه به من میاد درس یاد میده. آیا او دنبال این است که امام غائب ما را بشناسد؟ هرگز. اما او میداند فهمیدن این امام غائب میتواند در سیاست گذاری و حکمرانی او بر جهان کمک کند و وقت میذاره. او اگر از منظر ما باشه بگیم یک رئیس جمهور موفق باید چه تحصیلاتی داشته باشه، میگیم روابط بین الملل بخونه، آینده پژوهی بخونه، مدیریت راهبردی بخونه. اما او میگه علوم سیاسی بخونه، اما او میگه من الهیات و امام پنهان شیعه رو باید بخونم. این که در محافل سیاستگذاری دنیا، این که در محافل اکادمیک دنیا درباره قرآن کار میکنند، نه به دلیل این است که داستانهای قرآن رو کشف کنند، بلکه به دلیل این هست که در حکمرانی خودشون استفاده کنند. حالا توی این برنامه با یاری جناب عالی و با لطف خدای متعال اگه ما بتونیم علل تعالی و سقوط تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و جوامع را بررسی کنیم، اساساً به یک مدل میرسیم. مدلی که میگوید من و ما چگونه میتوانیم از سقوط خودمون را نگه داریم. مدلی که به ما میگوید حضرت علامه طباطبایی رحمت خدا بر او که میدونید چند روز دیگه هم سال روز ارتحال حضرت علامه هست. حضرت علامه طباطبایی میفرماید آنچه که در این بحث به عنوان بحث تعالی و سقوط تمدن ها ما بحث میکنیم، اینها به مثابه قوانین و سنت هستی هستند، به مثابه در واقع به قول غربی ها رول های این جهان هستند. اینا قواعدی هستند، قوانین و مقرراتی هستند که اینها تغییر ناپذیرند. رعایت این قوانین موجب بشه که ما سقوط نکنیم و چشم بستن از این قوانین سبب میشه که ما هم در دره سقوط بیفتیم. با این نگاه اگه ما بخواهیم عوامل و در واقع اسباب سقوط یک تمدن یا رشد و تعالی یک تمدن را بررسی کنیم و میفهمیم که قرآن هنوز به ما یاد میده که مراقب باشید، تمدن شما هم در معرض سقوط است اگر این عوامل و این فاکتورها را نبینید. اما اگر ببینید شما میتوانید رشد کنید. با این فاکتورها به نظر ما میتوانیم امروز بررسی کنیم و آنالایز کنیم که کدوم تمدن مسیر رشد را میپیماید. درست.
کدوم تمدن مسیر سقوط را میپیماید؟ رو اتفاقاتی که این روزها در دنیا میفته، در سرزمین فلسطین، همه اینها میتواند با این پارامتر و با این معیار شاخص و با این شاخص دقیقا مورد بررسی قرار بگیره. قرآن، اگر ما به این آیه کریمه قرآن باور داشته باشیم که قرآن با صدای بلند میفرماید و من اصدق من الله حدیثا، شما کجا میتوانید گویشی، قانونی، گفته‌ای صادقتر و راستتر و درستتر از حرف خدا پیدا کنید؟ این قوانینی که من در این کتاب برای شما میگویم، اینها عین درستی و عین راستی است. از اینها چشم نپوشید. اینها، من در این کتاب داستان ثمود و عاد را فقط برای شما نگفتم، من دارم از قوانین هستی میگم که کرنش به آنها میتواند شما را رشد بدهد و عدم توجه به این قوانین میتواند شما را در برزخ سقوط قرار دهد. قرآن با این عبارت ها میخواهد بگوید که اینها را فقط یک گزاره های آسمانی صرف الهیاتی نپندارید. اینها فکچوال رولند، قواعد واقعی هستند که اینها در زیست شما اگر مراعات بشند میتواند جامعه شما را راهبری کنه و رشد بده. البته آیاتی از این سنخ داریم دیگه. باز میفرماید و من اصدق من الله قیلا، بهترین حرف نسبت به راستی که خدا میگوید شما جای دیگه کجا میتونید پیدا کنید؟ با این لنز اگه ما آیات قرآن را ببینیم، با این نگاه اگه آیات قرآن را ببینیم که آن عین راستی است و عین قواعدی است که بر هستی حاکم است، آن وقت میتوانیم در واقع عوامل را به راستی بررسی کنیم و پیدا کنیم. با اون تفسیری که حضرت علامه رحمت خدا بر او میفرماید، اینها سنت های طبیعی تکوین هستند. اینها فقط فهم ما از قرآن بعضی موقع این است که قرآن یک پیام شفاهی تشریعی است، چون به زبان گزاره آمده است یک بحث تشریعی را مطرح میکنه. اما با اون نگاه بلندی که حضرت علامه و شاگرد بزرگشون حضرت آیت الله العظما جوادی آملی مفسر معاصر قرآن دارند که اساساً آنچه قرآن از تشریع میگوید ناظر به تکوین است، آنچه قرآن در قالب گزاره های خبری و انشایی میگوید ناظر به واقعیت هایی است که در هستی جریان دارد. اون وقت ما میفهمیم آنچه که قرآن از عوامل سقوط میگوید، مثلا قرآن، ما بحث خواهیم کرد انشالله به مدد الهی و با یاری جناب عالی، ظلم را قرآن میگه یکی از عوامل سقوطه. قرآن میگه فقر یکی از عوامل سقوطه. نتیجهش هر حاکمیت و حکمرانی، هر تمدن و جامعه‌ای، هر قریه و شهری، هر فردی و جامعه‌ای اگر با فقر بستیزد، رفاه را گسترش دهد، حالا رفاه و فقر باید معنا بشه از منظر قرآنی، اون جامعه رو به رشد است. قرآن می‌فرماید اگر شما با ظلم، هر جامعه‌ای که صدای ظلم در آنجا باشد، اون جامعه رو به سقوط است. شما اتفاقات امروز فلسطین رو ببینید. کافیست ما با این معیارها بسنجیم ببینیم که یک تمدن ظالمانه تا کی خواهد بود. میشه تشخیص داد پایان این ماجرا اصلا کجاست و چه خواهد شد. معیار برای ما. خیلی ممنونم آقای عزیزم. مقدمه خیلی خوب و به نظرم تبیین کننده بود نسبت به آنچه که در پیش خواهیم داشت. خوبه همینجا به نظرم یه فاصله دوستان بگیریم، برگردیم اولین عامل رو مفصل اصلا اگه صلاح تونستین شروع بفرمایید. اولین عامل از مجموعه عوامل سقوط یا صعود یک جامعه، یک تمدن، اگر صلاح تونستین. خواهش می‌کنم. یه فاصله میگیریم. به نظرم بهترین چیز اینه که این فاصله با یکی از آیات نورانی قرآن کریم پر بشه و دل و جانمون مصفا بشه و برگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون وقت کمه من دیگه سخن رو کوتاه بکنم، استفاده بکنیم از حضور ارزشمند آقای جهانگیری عزیز، جناب دکتر تشریف آوردن و درباره موضوع عوامل سقوط و تعالی جوامع داریم صحبت می‌کنیم. مقدمه‌شون رو شنیدیم. بپردازیم به اولین عامل به نظرم اگه سلام بدین.
قرآن یکی از عوامل سقوط تمدن‌ها و در واقع یکی از راه‌هایی که تمدن‌ها می‌توانند به تعالی برسند رو دوری از این عامل می‌دونه. بسندگی به گذشته. قرآن عبارت جالبی رو داره و اون این هست که وقتی پیامبران می آمدند حرف تازه‌ای می گفتند، عده‌ای می گفتند ما به گذشته بسنده می کنیم، گذشته ای داریم که برای ما کافی است، پدران ما در تعبیرهای الهیاتی خودمون از عبارت تقلید کورکورانه از گذشته به این یاد کردیم و من عبارت بسندگی به گذشته رو استفاده می کنم. گذشته خوب است، گذشته یک ظرفیت است، گذشته سرمایه یک جامعه و یک تمدن است. گذشته همینجوری اتفاق نمی افتد. دقیقاً امروز ما هم برای اهالی فردا گذشته ایم. گذشته فقط تاریخ نیست، یک سرمایه است که هر جامعه‌ای اندوخته بود و اساساً ما زیست انسان را باید به مسایک هویت جمعی بدونیم که مثل نردبان هر کدام پله‌ای را می‌سازد تا انسان به تعالی برسد. اگر این گونه نبود هیچگاه خداوند و پیامبر اسلام را در پس از قرنها نمی آورد. باید آدمی می آمد و سپس ابراهیمی و پس از آن عیسایی و موسی و عیسایی تا انسانها آماده بشند برای شنیدن یک پیام دیگر. پس اگر تاریخ این است که انسانها پا میگذارند روی گذشته و بر اساس آن میتوانند پله بعدی را بپیمایند، گذشته یک سرمایه است. گذشته به سادگی به دست نمی آید. پدر مادرها به بچه هاشون میگن عزیزم من تجربه دارم تو زندگی، من خیلی از مسائل آزمون و خطا کردم و به چی رسیدم، تو از این تجربه استفاده کن. دقیقاً این یک سرمایه است که اندوخته و اینها سبب میشه که نسل بعدی از او استفاده کنند. اما در گذشته ماندن، بسنده کردن به گذشته، قرآن هشدار جدی میده. شما کافی است این قصه رو نه فقط در قصه پیامبر عظیم الشأن ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ببینید، حتی ما میبینیم تکرار این قصه در باره حضرت قوم عاد و ثمود هم تکرار شده است که وقتی حضرت صالح فریاد میزند که من حرف تازه‌ای برای شما دارم، تمدن شما رو به سقوط است، شما دارید به انحراف تاریخی میرید، شما گذشته خود را هم تحریف میکنید. با بسنده کردن بر گذشته آنها فریاد میزدند ما به آیین پدران و اجدادمان هستیم، آنچه نیاکان ما گفتند را میپذیریم و بس. اینجا بود که صدای پیامبران پژواک بلندی بود بر علیه این خوانش از تاریخ که گذشته خود را پاس دارید ولی در گذشته نمانید. این نکته مهمی است که قرآن یاد میده. این در اجتهاد ما. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی درباره اجتهاد صحبت میکند میفرماید اجتهاد ما باید جواهری باشد ولی باید فقه ما هم پویا باشد. ما نمیتوانیم در گذشته بمانیم. امام با این فهم از سنت‌های تاریخی قرآن، امام با این فهم از قواعد کلان حاکم قرآن که از کل تاریخ حرف میزند. جالب قرآن وقتی علل تعالی و سقوط تمدن‌ها و جوامع را میخواهد صحبت کند خیلی عجیبه. آیه قوامی هیچگاه فقط از پیامبر مثال نمیزند، از آدم شروع میکند تا به پیامبر خاتم. گویی خداوند میخواهد بگوید یادتان باشد این سنت ها مال یک بازه زمانی خاص نیست، اینها مال یک برش تاریخی نیست، اینها برای همه تاریخ است، از آدم تا خاتم تا امروز که شما قرآن را میشنوید. یادتان باشد اینها قواعد حاکم بر هستی بودند، مبادا این قواعد را چشم بپوشید که در معرض سقوط خواهید بود. قرآن یکی از این عوامل رو که امروز توفیق در محضرتون این عامل رو از منظر قرآن مرور کنیم، قرآن میفرماید تقلید کورکورانه یا به تعبیر من بسندگی به گذشته. فقط گذشته هر چه گفته، هیچ تحرکی به آینده نداشته باشید. قرآن میگه این نوع نگرش خشک مغزی می آورد. شما در تاریخ همین معاصر ما ببینید نگاه هایی که برخی سلفی ها داشتند
با اینکه در دوران معاصر زندگی میکنند. وقتی به اونها میگید که شما در دوران معاصر زندگی میکنید، ما باید زیست اسلامی داشته باشیم، اونها وقتی از زیست اسلامی صحبت میشه میگن ما دقیقاً برگردیم به دورانی که پیامبر در مدینه زیست کرده بود. شما از شکل و شمایل آنها گرفته تا شیوه و رسم زندگیشون انسان را میبرند به گذشته تاریخ و این گونه چهره اسلام را خشک مقدسانه جلوه میدند. افرادی که در گذشته میمانند اینها نمیتوانند تمدن خودش رو پاس بدارند و قرآن نگران این نگاهه. قرآن میگه پیامبران اومدند، هم در قصه حضرت صالح هست، هم در قصه حضرت نوح هست، هم در قصه پیامبر عزیز ما هست. مکرر این آیات در قرآن آمده. عجیبه، قرآن مکرر میگوید که بخشی از، بعد ادامش قرآن آیاتی را میاره جالبه، میگه اینها سقوط کردند، اینها ظلم کردند، اینها به ضلالت رسیدند. یکی از عبارتهای مهمی که قرآن در واقع تأکید میکنه که کدام تمدن به این مرحله رسید، یعنی پایانش، قرآن واژه ضلالت را به کار میبرد. قرآن قومهایی را که بسنده کردند به آیین نیاکان و به سنت اجداد خودشون و پا فراتر نذاشتند تا صدای جدید را بشنوند، قرآن میگه اینها رو به انحطاط خواهند بود. خوانش آن سوی سکه این گزارش قرآنی آن است که آنها که هم گذشته خود را پاس داشتند و هم صدای نو که برخاسته از صدای حقیقت و فطرت بود و صدای معرفت بود را شنیدند، اینها می توانند تمدن خودشون را نگه دارند. به نظرم با استفاده از یک اصول اعتقادی و اخلاقی که اینا ثابت دیگه، درسته در گذشته بوده، مال 1400 سال پیش بوده، اما اصول اعتقادی و اخلاقی ثابت هست، با تکیه به اونا و تفقهی که حالا ما میگیم تو مذهب تشیع فراوان یافت میشه، با این دوبال اجتهاد با این دوبال میشه اوج گرفت. بله، اما اگر اون اصول رو باید به نظرم، اون تفکر سلفی که آقای قوامی اون مکانیزم اجتهاد رو نداره، او مسلمان بودن در عصر معاصر رو میبره به زیست مسلمانی در دوران مساوی با 1400 سال 1400 سال میبینه. او دقیقاً همان خوانشی را دارد که قرآن میگه این تمدن رو به سقوط میره. شما نمونهش رو ببینید، داعش بود. داعش نه تنها به خود آسیب زد، یک انگاره‌ای بود که انگاره فکری و یک خوانش زیست اجتماعی بود از اسلام با نگاه سلفی، خاص یک حکومتی تشکیل بده. قرآن میگه اینها نمیمانند، اینها شکست میخورند. و حاج قاسم سلیمانی صدای انبیا در دوران معاصر بود که فریاد زد که پایان شماست، شما نمیتونید بمونید. این که حاج قاسم این فریاد را میزنه نه فقط برخواست از قدرت نظامی است، بلکه با تکیه بر این سنت الهی است که سنت خدا میگوید شماها نمیتوانید جاودانه باشید. و البته این درس آیه قرآن رو دوست دارم اینجا خدمتتون قرائت کنم. میگه وقتی شما به اینها مراجعه میکنید، اینها میگن بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا ما وجد علیهم آباؤنا، بس ماست، حسبنا، ما بسنده میکنیم آنچه که پدران ما رسیدند. ما افقی روبرو نمیخواهیم ببینیم، ما نمیخواهیم صدای جدیدی بشنویم، ما همان پندار گذشتگان را میخواهیم برای خودمون کافی بدانیم. در صورتی که پیامبر اومد با همین مبارزه کنه. یعنی اونها دوچار عقاید و انحرافاتی بودن که از آبا و اجدادشون بهشون رسیده بود و پیامبر اومد به اونها. آقای قوامی شما ببینید پیامبر ما میاد سنت گذشته را پاس میداره. مکرر در قرآن کریم آمده است که ما مصدقا لما بین یدیه، او تصدیق میکرد آنچه را که پیش از او بوده و فرمود من آمدم مکارم اخلاق را بیارم، اتمم مکارم الاخلاق، یعنی گذشته ها را هم من پاس بدارم، یک پله شما را پیش رو ببرم. همین حرف چند دقیقه قبل بود، یعنی اون اصول و عقاید حفظ، اما اون انحرافات، اون کج اندیشی ها، اون در واقع مسائلی که وارد شده و مانع رشد و تعالی میشه، اونها رو از بین بردن، یعنی خالص سازی. و البته این وقتی اتفاق میفته شما گذشته رو پاس بدارید
اما در گذشته بسنده نباشید، گذشته نمانید. ماها بعضی موقع در تاریخ میمانیم. قرآن میگه شما در تاریخ نمانید، خود شما هم بخشی از تاریخ را بسازید، چون فردا شما گذشته میشید، شما هم باید میراثی برای فردا بگذارید. ما اگر فقط در گذشته بمانیم، مگر در اول بحث نگفتیم ما هم برای آیندگان گذشته هستیم، پس ما چه سهمی برای تاریخ داریم؟ همین رو داشتم فکر می‌کردم. به نظرم اولین پیامدش این میتونه باشه که باعث عدم تغییر و تحول میشه. آفرین. درصد که قرآن به ما میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کاملا مرتبط به نظرم با بس. یعنی خدا سرنوشتش قوم میده تغییر نمیدن که خودشون تغییر بدن. پس قومی که بسنده به گذشته کنند، اینها صدای تغییر را نخواهند داشت، اینها در تاریخ خواهند ماند و اینها هرگز سهمی از ساختن تاریخ را برای آینده ندارند و اینها برای نسل بعدی هیچ میراثی ندارند. قرآن میگه چنین تمدنی شکست میخوره. این تمدن به توقفگاهش رسیده، چون هیچ نقشی را برای ساختن تاریخ نداره. تمدنی میتواند که در گذشته نماند، البته گذشته خودش را هم خراب نکند، بسنده بر گذشته. این عبارت زیبای، آیات خیلی بود در این باره، آباؤنا مستحضر در قرآن خیلی زیاده، ولی حسبنا، بسه، ما نمیخوایم جلو بریم. قرآن میگه این تمدن، این تفکر سقوط میکنه، چون این تفکر اجازه تفکر